سرخط خبرها. مقامدار تاجیک درباره آشوب بازداشتگاه خوجند تفصیلات داد. رسانه‌های فیلیپین از دستگیر شدن دو زاده تاجیکستان در این کشور خبر دادند و کمک تاجیکان به جبردیده‌های آبخیزی در داغستان. روز بخیر بیننده گرامی، نوید بامدادی را با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه 20 اپریل سال 2026 است. تحقیق آشوب در بازداشتگاه موقتی یا سیزوی شهر خوجند به انجام رسیده، پرونده به دادگاه رفته است. امید کریمزاده، معاون اول دادستانی کل تاجیکستان، در نشست کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه در شهر ژنو بعضی تفصیلات این آشوب را شرح داد. آشوب یا تیرپرانی در بازداشتگاه شهر خوجند 31 ینور رخ داد و در آن کمش 3 زندانی کشته شدند. درباره این حادثه رادیوی آزادی با تکیه به منابعش خبر داده بود. با گفته امید کریمزاده، در رابطه با این حادثه با اتهام خللدار کردن نظام زندانها و فرار از محبس پرونده باز شده است. همچنین 2 کارمند بازداشتگاه به خنک نظری گمانزد شدند. معاون اول دادستانی کل 14 اپریل در شرح حادثه گفت 3 محکوم شده، غیوروف خلیلزاده و کاوراکوف، در وقت سیر و گشت 2 کارمند بازداشتگاه و 1 محکوم شده را لطو کوب کردند و آنها جراحتی جسمانی برداشتند. معاون اول دادستانی کل گفت 3 محبوس با استفاده از سلاح بی‌ضرر گردانده شدند. تیرپرانی در بازداشتگاه خوجند و آشوب‌های دیگر در زندان‌های تاجیکستان مستقلانه تحقیق نشدند. برای همین تصدیق حرف‌های مقامات درباره این حادثه مشکل است. نیروهای آمریکا یک کشتی ایران را در عمان بازداشت کردند. بنا به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نیروهای این کشور کشتی با پرچم ایران را در عمان هدف قرار داده آن را مصادره نمودند. به گفته مقامات واشنگتن، این کشتی قصد داشت محاصره دریایی ارتشی آمریکا را عبور کند. ایران در پاسخ تهدید کرد که این اقدام را به جواب نمیگذارد. رسانه‌های دولتی ایران خبر دادند که تهران هیئت خود را به دور دوم مذاکرات روبرو با آمریکا که قرار است روز 20 اپریل در اسلام آباد برگزار شود نمی‌فرستد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که تهران پیشنهاد دور نوی گفتگوهای صلح را رد کرده است. چند ساعت پیش از این دونالد ترامپ گفت نمایندگان او روز 20 اپریل برای شرکت در مذاکرات با میانروی پاکستان وارد اسلام آباد می‌شوند. بنا به گزارش ایرنا، ایران طلبات غیر واقعی واشنگتن، تغییر پیوسته موقع و محاصره دریایی را که نقض آتش بس است سبب دست کشیدن تهران از دور دوم مذاکرات خوانده است. با این وجود حکومت ایران تا حال رسما در این باره بیانیه نشر نکرده‌اند. رسانه‌های فیلیپین از بازداشت 2 زاده تاجیکستان در شهر مروی خبر دادند. بنا به نوشته خبرگزاری جیمی ای نیوز و فیلستر، شهروندان 21 و 22 ساله تاجیکستان روز 17 اپریل در پی یک عملیات مشترک اداره مهاجرت و پلیس این کشور دستگیر شدند. از آنها جامی سفر و ابوبکر علیموف نام برده شده است و بنا به این گزارش‌ها آنها چند هفته باز در شهر مروی اقامت داشتند. مقامات فیلیپین گفتند که بازداشت این 2 جوان در دایره چاره‌بینی‌های ضد تروریستی صورت گرفته، هدف آن پیشگیری از فعالیت‌های افراط‌گرایی است. درباره این 2 جوان ساکنان محلی به مقامات خبر داده خواستار تحقیق سفر و اقامت آنها به فیلیپین شدند. هنوز معلوم نیست که این 2 جوان تاجیک با چه اتهامی بازداشت شدند و آیا حضور آنها در این منطقه به گروه‌های تندرو ربط دارد یا نه. مقامات فیلیپین گفتند که تحقیق قضیه ادامه دارد. موقع خود جوانان و مقامات تاجیکستان در این باره معلوم نیست. با فرارسی ایام کشت و کار در ولایت ختلان، مشکل حمله ملخ‌ها به میدان‌های کشت دوباره باعث نگرانی دهقانان شده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، 10 ماشین و دستگاه‌های داروپاشی و 340 کارمند برای مبارزه با ملخ سفربر شدند. طبق آمار این نهاد، بیش از 8000 گکتار زمین‌های کشت مورد حمله ملخ قرار گرفته است. هر سال لشکری عظیم ملخ کشتزار و زراعت‌های مردم را در جنوب کشور نابود می‌کنند. گزارش همکاران ما در همین باره است. در ولایت ختلان برای مبارزه با ملخ مراکشی آماده می شوند. پای این حشرات گیاهخوار امسال بروقتر به جنوب تاجیکستان رسیده است. چون در خط وضعیت تشاور است، باقی مونده است. طبق مشاهده‌ای که ما در دست داریم، پنجشنبه ملخ در حدود ولایت در مساحت 74000 گکتار زیادتر است. این مساحت بسیار زیاد است. مشاهده کشیده است.
ملخ مراکشی سال گذشته به اکثر شهر و ناحیه‌های ختلان حمله کرد و به کشتزار و زراعت‌های مردم زیان رساند. ناحیه همدانی از جمله منطقه‌های آسیب پذیر است. امسال برای نصب کردن ملخ مراکشی در این گوشه ولایت ختلان نیت دارند که دستگاه خرند. автомашини тамғаи Toyota Hilux ки пуштиш барои дорупошӣ, дорузанӣ ҳастай. Вақти харидорӣ мекунем корхонаи муассисаи давлатии муҳофизати расанӣ ва муассисаи давлатии мубориза бар зидди малах аллакай вохӯрӣ гузарондум. Уно хадига задем, суҳбатҳои кардем, гуфтанд ки шумо агар техникаро гирем, мо таҷҳизоти дорупоширо ба шумо таъмин мекунем ки шумо дига мушкилот намешавад. نمایندگان سازمان ملل متحد هجوم ملخ‌ها را به تغییرات اقلیم و چند عامل دیگر اکولوژی ربط می‌دهند. آنها میگویند که این مشکل به امنیت خوراکواری و اعتدال اقتصادی کشور تهدید می‌کند. ملخ مراکشی به گفته مقامات اساساً از افغانستان به تاجیکستان می‌آید. پیشتر این لشکری عظیم تنها در ناحیه‌های نزد مرزی دیده می‌شد، اما سال گذشته تا کولاب و خاولنگ رسید و هر سال مقیاس ضررش بیشتر می‌شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی بینای فیلیال‌های دو بانک مفلس شده را در منطقه‌های تاجیکستان به سودا گذاشته است. با اطلاع رسمی مزایده برای خرید بینای فیلیال‌های تاجیک صادرات بانک در شهر اسفره، ناحیه‌های مسجح و کوهستان مسجح روز 5 می برگزار می‌شود. نرخ اولی این بیناها از 1 تا 8 میلیون سومانی تعیین شده است. همچنین بینای فیلیالی تاجپرام بانک در شهر گلستان با نرخ اولی 1.7 میلیون سومانی به سودا گذاشته شده است. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری نگفتند که چند کس برای خریدن بیناهای این دو بانک مفلس شده داوطلب شدند. بعد سال 2017 4 بانک کلان کشور، تاجپرام بانک، فانام بانک، تاجیک صادرات بانک و اگراینوست بانک مفلس شدند. از این میان تنها فانام بانک امانت میزاجانش را پرداخت و مشتریان 3 بانک دیگر تا حال نمیتوانند پولهای خود را از بانک ها بازپس بگیرند. گروه از تاجیکان به جبردیده‌های سیل و آبخیزی در داغستان کمک ارائه کردند. این یاری‌ها از مواد غذایی عبارت بوده. با دستگیری سفارت در جمعیت تاجیکان در این منطقه به مردم آسیب دیده رسانیده شده است. در نواری که به دست آزادی رسید دیده می شود گروه از تاجیکان برای مردم محلی در داغستان در دک‌های کلان آش می‌پزند. تاجیکان آش کسان دک‌های خمونه نزد تاجیکان آش کسان از طرف استراخان اومدگان. سیل و آبخیزی در داغستان ماهی روان هزاران کس را بیخانه و در کرد. در این فرصت برنامه بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اپریل را فرا می‌گیرد. солҳои 1864 то 1895 русияи подшоҳии минтақаи осиёи миёнаи имрӯзаро забт кард ки он замон дар ин қаламрав 3 давлатдорӣ амурати бухоро, хонаи қанд ва хонаи хива ҳукмрон буданд. ишғоли ин қаламравҳо моҳи апрели соли 1864 аз тасарруфи шаҳри Тошкент шурӯъ шуд ва тадриҷан то ба ишғоли Помир расид. дар доираи ин ишғолгариҳояш Русияи подшоҳӣ соли 1895 бо Инглистон созише имзо карда Бадахшонро ба ду тақсим кард. қаламравҳое дар соҳилҳои чапи руди Панҷ ба Афғонистон ва соҳилҳои рости Бадахшон ба Бухорои зери назари Русия гузашт. Русия имрӯз ҳам Осиёи Миёнаро минтақаи зери нуфузи худ мешуморад. бо як ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид аз соли 2010 20 апрел чун рӯзи забони чинӣ таҷлил мешавад. ҳадаф аз ин сана тарғиби фарҳанги омӯзиш ва эҳтиром ба забон аст. 20 апрели соли 1935 шоири шинохтаи тоҷик Маснон Шералӣ таваллуд шудааст ки дар 53 соли умраш даҳо шеъру маҷмӯа нашр кардааст. мисраҳои шеъраш беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст, то имрӯз аз радио телевизион садо медиҳад.
شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی به 123 سومانی برابر شده، $100 937 سومانی معین شده است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. نویدی بامدادی بود با چند خبرهای دیگر رو در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا و پیگیری کنید. خیر تا فردا.